ما اهل سنت هستیم. اهل سنت یعنی هر آن چیزی که به ما رسول الله صلی الله علیه و هدایت کرده، امر کرده و تشویق کرده او را عملی میکنیم و هر آن چیزی که مخالف از است او را قبول نداریم. هر گپی باشد، هر عملی باشد، هر فرهنگی باشد. والجماعت اهل سنت. والجماعت، جماعت بینی معنا که صحابه، جماعت صحابه، مسلمانای صدر اول، کسایی که از رسول الله صلی الله علیه و اطاعت کردند، کسایی که به رسول الله صلی الله علیه و ایمان آوردند و اسلام رو به ما و شما رساندن. اسلام به ما و شما چطور رسیده؟ اینا خو الله متعال به جبرائیل نازل کرد و جبرائیل به رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا به کی انتقال داد؟ به مسلمانای اول. مسلمانای اول کیستند؟ صحابه میگن. در اصطلاح ما شما، در اصطلاح مسلمانان صحابه، کسایی که صحبت کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی ایمان آوردن و مطابق هدایات رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردن. اینا قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم به کی انتقال داد؟ به صحابه انتقال داد. به ابوبکر، به عمر، به عثمان، به علی، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، زید بن ثابت، ابی بن کعب و غیره. اونا حفظ کردن، اونا یاد گرفتن، اونا عمل کردن، اونا رو رسول الله صلی الله علیه و تربیت کرد. دین اونا بر ما رسانده، دین صحابه بر ما و شما رساند. اینا اونا زندگی داشتن مثل ما و شما انسان بودن، زندگی خوشحالی، عروسی و ازدواج یا را داشتن، مرده و مرده‌داری داشتن، زندگی خانوادگی داشتن، زندگی اجتماعی بود، جامعه داشتن و زندگی اقتصادی داشتن، کاروبار، تجارت، از کدام طریق مال به دست می آوردن. زندگی سیاسی داشتن، رسول الله هم در اصل دولتشان بود، حکومت ایجاد کردن، سیاست داخلی داشتن، سیاست خارجی داشتن. پس ما شما که میگیم اهل سنت، اهلی یعنی تابعدار سنت. زمانی ما اهل سنت میشیم که تابعداری کنیم. والجماعت، تابعدار صحابه، عقیده صحابه، عمل صحابه باید در زندگی ما پیدا شود. در غیر از او ما و شما باز اهل سنت والجماعت شده نمیتونیم. اگر ما سنت عملی نکنیم در زندگی خود، هدایت رسول الله صلی الله علیه و آله و زندگی صحابه در زندگی ما نبید، ما و شما باز اهل سنت والجماعت گفته نمیشیم، صرف به نام گفته میشیم.